سلام، سپیده هستم. به کانال سایکو دیپس خوش اومدین. امروز میخوایم بریم سراغ موضوع جذاب این که چرا آدم‌ها اعتراف میکنن حتی اگر بیگناه باشن. قبل از اینکه راجع به روانشناسی بازجویی بهتون بگم، یه سوال ازتون دارم. اگر که یه اتفاقی پیش بیاد و پلیس شما رو بگیره و شما رو هم بگه که مقصرین، چقدر دووم میارین که اعتراف نکنین؟ تو این ویدیو میخوام بهتون بگم که بازجویی چجوری کار میکنه، چرا بعضیا وقتی اعتراف میکنن پشیمون میشن و چه بازی روانی توی بازجویی اتفاق میفته که بعضیها مجبور میشن که اعتراف کنن حتی اگر اون اعتراف دروغی باشه. خب باید بهتون بگم که بازجویی یه بازی روانشناختیه و یه هدف مشخص داره. یا میخواد که کسی که بهش مظنون هستن رو وادار به اعتراف کنه، یا یه سری ازش سند و مدرک بگیرن، یا اصلا بفهمن که طرف داره راست میگه یا دروغ میگه. خب خیلی جا ممکنه که اون فرد رو اشتباه گرفته باشن دیگه، از اسمش مشخصه مظنونه. یکی از تکنیک هایی که توی بازجویی ازش استفاده میشه، خصوصا توی آمریکا و حالا ممکنه توی ایران هم استفاده بشه، ولی حالا بنابر اون فرهنگ قضایی که ما توی ایران داریم ممکن متفاوت باشه، ولی یه تکنیکی هست که اکثرا بازجوها ازش استفاده میکنن، تکنیک ریده. این تکنیک چجوری هستش؟ این تکنیک توی 3 مرحله انجام میشه. اولش روبرو شدن مستقیمه. یهو میان یک سری اطلاعات زیاد راجع به اون اتفاقی که افتاده، حالا هر چی که هست، دزدی، کلاهبرداری، قتل، هر چی که هست، به اون فرد مظنون میدن. یعنی انگار که بمباران اطلاعاتیش میکنن که بهش بفهمونن که آقا ما میدونیم که تو یه کاری کردی، حالا بیا و اعتراف کن. مرحله دومش چیه؟ بعد از مرحله اول که روبرو شدن مستقیمه، بهانه تراشیه. به اون مظنون یه تایمی میدن، یه زمانی میدن که یکم بیاد بگه نه مثلا من این کار نکردم، یا شما منو اشتباه گرفتید، یا اینجا رو اشتباه متوجه شدید. خلاصه یه فرصتی بهش میدن که یه نفسی بکشه و یه جایی احساس کنه که خب من دارم تو این محیط درک میشم و افرادی که اینجا هستن، حالا بازجوان، کارگاه، هم پلیس، هرچی، داره منو درک میکنه، پس بذار من یه ذره مثلا احساس راحتی بکنم. در واقع این مرحله بهانه تراشی برای اینه که اون مظنون یه احساس راحتی داشته باشه که بتونه مثلا خودش باشه. و مرحله سوم یا مرحله نهایی فشار نهاییه. یعنی اینکه توی این مرحله انقدر که بمباران میکنن اون فرد رو، شاید توی فیلم ها دیده باشین، حتی 2 تا بازجو هستن، یکی از این ور میگه یکی از اون ور میگه. اون میگه که باید اعتراف کنی، این یکی میگه ما میدونیم تو این کارو کردی. خلاصه انقدر بهش فشار میارن که اون مظنون مجبور به اعتراف بشه. Morning. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You're one of Jack Crawford's, aren't you? I am, yes. May I see your credentials? Certainly. Closer, please. Closer. That expires in 1 week. You're not real FBI, are you? I'm still in training at the academy. Jack Crawford sent a trainee to me. Yes, I'm a student. I'm here to learn from you. Maybe you can decide for yourself whether or not I'm qualified enough to do that. That is rather slippery of you, Agent Starling. Sit, please. حالا بیایم با هم بررسی کنیم که از نظر روانشناسی چه اتفاقی واسه یه آدم میفته که درست و غلطش اعتراف میکنه.
اولین مسئله استرس و خستگیه. وقتی که شما دائم توی حالتی باشید که حالا نه آبی بهتون میدن نه غذایی بهتون میدن، شاید محیط تهویه جالب نباشه، حالا بستگی به اون میگم فرهنگ غذایی کشور داره، ولی وقتی شما تحت فشار باشید، توی مطالعات مشخص شده که شما اگه 6 ساعت مداوم تحت فشار باشید 70% احتمالش بیشتره که بخواید به یه چیزی اعتراف کنید، حالا اون اعتراف واقعیه یا غیر واقعی. دومین دلیل روانشناسی که باعث میشه اعتراف اتفاق بیفته فشار اجتماعیه. مثلا میگن که ما میریم برفرض تو محیط کارت عنوان میکنیم تو گناهکاری، یا مثلا باعث میشیم که تو توی رسانه ها سر زبون ها بیفتی و افراد زیادی بفهمن که تو ممکنه که گناهکار باشی یا نباشی. حالا اگه اون فرد واقعا گناهکار باشه بعضی وقتا ممکنه مقاومت کنه، اگر نه گناهکار نباشه ممکنه که یه جاهایی هم از ترس آبروش و اون فشار اجتماعی بخواد یه اعترافی رو اینجا انجام بده. سومین دلیل که باعث میشه که حالا اون مغز ما یا ذهن ما یه جورایی ما را مجبور بکنه به اعتراف کردن، حالا درست یا غلطش، ترس از مجازات هستش. به خاطر اینکه بعضی وقتا اون بازجوها ممکنه به ما بگن که اگر هرچی دیرتر اعتراف کنی مثلا مجازاتت سنگین تره، ولی اگر هرچی مثلا زودتر اعتراف کنی یا با ما همکاری بکنی مثلا مجازات رو میام یه تخفیفی براش قائل میشیم. این باعث میشه که خب یه جورایی فرد از نظر روانی یک تصمیم بگیره که خب من اگه قرار باشه مجازاتم کمتر بشه یا بیشتر بشه و اگه قرار کمتر بشه بذار زودتر اعتراف کنم، اگه قرار بیشتر بشه بازم بذار زودتر اعتراف بکنم. یا زمانی هم خب ذهن اون فرد انقدر درگیری های خاص خودش رو داره یا اونقدر گناهکاره که اصلا براش فرقی هم نمیکنه، میگه حالا من که نهایتش قراره مثلا نهایت حد مجازات رو بکشم، حالا بذار دیرتر اعتراف کنم، حالا منم توی این بازی روانی پلیس ها یا بازجوها رو بازی بدن. یه دلیل دیگه هم که افراد اعتراف میکنن نیاز به رهایی. خب همه ما اصلا انسان ذاتاً دوست داره که رها و آزاد باشه دیگه، و یه جایی وقتی دیگه خیلی تحت فشار قرار میگیری و احساس میکنی که میخوای اصلا از اون اتاق بیای بیرون، حالا بعدش قراره کجا بری خیلی برات مهم نیست، میخوای از اون اتاق بیای بیرون، اصلا اون آدم‌ها رو دیگه نبینی، حتی شده مثلا یه لیوان آب بخوری، فقط رها بشی از اون حالت، تصمیم میگیری که اعتراف کنی. و توی روانشناسی جنایی و تحقیقاتی که تو روانشناسی جنایی شده مشخص شده که افرادی که اعتماد به نفس پایین دارن و یا تروماهای شدیدی از کودکیشون دارن احتمال اینکه اعتراف بکنن بیشتره، ولی خب در ارتباط با همه صدق نمیکنه. Please sit down. The informant notified us that you made certain statements 11 months prior to the first Zodiac murder. If they're true, they're quite incriminating. Do you recall having any such conversation? No. Have you ever read or heard anything about the Zodiac? When it was first in the paper, but I didn't follow it after those first reports. Why not? Too morbid. I told all this to the other officer. Which other officer? From Vallejo. Do you remember his name? No, but it was right after the murder at the lake. And what did you tell this officer? I told him that I'd gone to Salt Point that weekend to skin dive, that I was alone, but I met a couple there. I have their names at home if you want. That would be great, Arthur. Lee. What? Lee. Nobody calls me Arthur. Also, that day when I came home, my neighbor saw me. It was around 4, but I forgot to tell the other officer that. Neighbor's name? Bill White. He died a week or so afterwards. Heart attack, so I didn't think to call to follow up. The knives I had in my car with the blood on them, that blood came from a chicken that I killed for dinner. What? I had knives in my car that weekend. Maybe Bill saw them and called the other officer on me. Well, we'll be checking in on that. But let me ask you something else. Were you ever in Southern California at any time in 1966? Is this about the Riverside killing? Yes.
I guess I was there around that time. I used to go down there a lot. خب حالا که راجع به روانشناسی بازجویی بهتون گفتم، ما باید بدونیم که دو نوع اعتراف هم داریم. یکی اعتراف واقعیه، یه اعتراف جعلیه. خب اعتراف واقعی مشخصه. فرد حالا یک جنایتی رو مرتکب شده، یک دزدی رو مرتکب شده و خب اعتراف میکنه در نهایت بعد از ساعتها بازجویی. و اعتراف جعلی هم بابت همون مسائلی که گفتم، مسائل روانشناسی، حالا استرس، فشار اجتماعی یا هر چیزی، ممکنه که فرد دیگه برای اینکه خودش رو خلاص کنه یه اعتراف الکی بکنه و اصلا مجرم هم نباشه. که در ارتباط با اعتراف واقعی 2 تا قاتل ما داریم در ایران، یکی سعید حنایی و یکی غلامرضا خوشرو، که اینا افرادی بودن که به عنوان قاتل عنکبوتی و خفاش شب احتمالاً یادتونه مال خیلی سالهای پیشه، که بعد از ساعتها بازجویی و نشون دادن حالا اون مدارک و صحنه جرم و اینها در نهایت تونستن ازشون اعتراف بگیرن، که در جای یه غلامرضا خوشرو وقتی دید که خیلی مدارک زیاد و کامله گفت دیگه نمیتونم دروغ بگم و خب اعتراف کرد. در ارتباط با اعتراف جعلی هم توی پرونده هایی که حالا توی آمریکا هست و بررسی میشه، خیلی وقتا پرونده هایی که بعدها میان از لحاظ دی ان ای اونا بررسی میکنن متوجه شدن تقریبا نزدیک 40% اعتراف های جعلی بوده و اعتراف های واقعی نبوده. مثلا توی اعتراف های جعلی توی آمریکا یک پسر 16 ساله به اسم برندان که IQ پایینی هم داشته، بعد از 4 ساعت تفلک به یک قتلی اعتراف میکنه. خب تحت فشار بوده، آیکیوش پایین بوده، که حالا بعدها مشخص میشه که بیگناهه و یه دختره که ایتالیایی بوده توی آمریکا دانشجو بوده متهم میشه به قتل هم اتاقیش، که بعد از تقریبا فکر می‌کنم 53 ساعت بازجویی بدون خواب تحت فشار اون بازجویی اعتراف میکنه، که بعدها با اون تحقیقات و آزمایش‌هایی که بر اساس دی ان ای مشخص میشه که این دختر هم بیگناه بوده. یه چند تا تکنیک و ترفند هست که بر اساس روانشناسی توی این اتاق‌های بازجویی ازش استفاده میشه که باعث میشه افراد ترغیب بشن به اینکه بخوان اعتراف بکنن، حالا چه اعتراف واقعی باشه چه جعلی. یکی خوب و بد بازی کردنه. من همیشه میگم که بازجوها مثل یه کارگردان تئاتر میمونن که خیلی وقتا در لحظه حتی ممکنه که یه سری دیالوگ ها بینشون رد و بدل بشه، ولی خب چون روانشناسی جنایی میدونن، روانشناسی بازجویی میدونن، خیلی جاها میتونن اعتراف واقعی بگیرن. ولی خب میگم بعضی وقتا هم انقدر فرد تحت فشار قرار میگیره ممکنه که اعتراف واقعی نباشه و بعدها مشخص شه، بعضی وقتا هم مشخص نمیشه. مثلا من چند روز پیش توی توییتر داشتم یک پسری رو میخوندم، دقیقی آدم نیست مال کدوم کشور بود، که به جرم تجاوز تفلک رو در واقع بازجوییش کردن و حالا اعتراف مثلا کرد، زندانیش کردن. بعد چون فکر کرده بودن که به چند تا بچه و مثلا خانم ها اینا تجاوز کرده، توی زندان بهش تجاوز کردن. این پسر 15-16 ساله بود و بعد مشخص شد که بیگناهه. خب این اتفاق هم میفته. حالا تکنیک هایی که توی اتاق بازجویی ازش استفاده میشه که خوب و بد بازی کردنه. مثلا این چه زمانی که 2 تا بازجو تو اتاق باشن، که اونجا بهتون گفتم زمانی که میخوان خیلی فشار عصبی بیارن، فشار نهایی بود که گفتم تو مراحل مختلف بازجویی معمولا این 2 تا بازجو هستن تو فشار نهایی، که یکی این ور میگه یکی اون ور. و این نقش خوب و بد چیه؟ یکی از بازجوها نقش اون آدم خوبه، بازجو خوبه رو بازی میکنه، یکی نقش مثلا بازجو بده رو بازی میکنه، که مثلا خوبه میاد دلداری میده، من درکت میکنم، من میفهمم، من شرایطتو میدونم، یا مثلا من همچین شرایطی شاید داشتم، یا آدمهایی مثل تو بودن، اگر اینجوری بکنی این مثلا بهتره، اتفاق بهتری برات خاصه. میاد یه جورایی اون فرد مظنون رو درکش میکنه، یه جورایی بهش احساس خوب میده. و در مقابل میشه اون بازجو بده که برعکسه، یعنی میاد مثلا خیلی با خشمگینی تمام، با عصبانیت تمام مثلا میاد صحبت میکنه، تهدید میکنه اون فرد رو. و این بازی انقدر پاسکاری میشه تا یه جایی که خب حالا فرد خسته میشه و تحت اون صحبت هایی که میشه توی اتاق بازجویی اعتراف میکنه.
مورد بعدی که توی اتاق بازجویی اتفاق میفته که از تکنیک هایی که هست، یه سری مدارکی که شاید واقعی نباشه، یا مثلا ما میگیم مدارک جعلی، که خب حالا بازجوها فکر میکنن که اگر این مدارک رو به مظنون نشون بدن باعث اعترافش میشه. حالا مثلا یه تیکه لباس، یا اگه مثلا طرف قاتل چیزی باشه یه تیکه لباسشه، یا مثلا میگم ما اثر انگشت تو فلانجا دیدیم، در صورتی که ممکن هیچ اثر انگشتی از فرد پیدا نکرده باشن و یه جورایی باعث بشن که اون فرد احساس ترس بکنه و بگه خب دیگه اینا از من مدرک دارن و من مجبورم که اعتراف کنم. یه چیز دیگه که حالا توی ایران شاید خیلی استفاده بشه، بازی با احساسات عاطفی و خانوادگیه. مثلا به مادرت فکر کن، به بچت فکر کن، نمیدونم به همسرت فکر کن. اگر بر فرض مثلا دوستت یا مثلا مادرت بفهمه که اینجوریه چقدر برات بد میشه و این داستان ادامه پیدا میکنه حالا تا فرد بخواد اون اعترافش رو انجام بده. و یکی دیگه از تکنیک هایی که تو اتاق بازجویی ازش استفاده میکنن سکوت طولانیه. یعنی بعد از اینکه حالا این پاسکاری انجام شد بین مثلا بازجویی خوب و بد، فشار نهایی، همه اینا گذاشته شد، بازجو میشینه و همینجوری مثلا به مظنون نگاه میکنه تو سکوت کامل. یا مثلا ممکنه که بازجو اتاق رو ترک بکنه و سکوت کامل باشه تو اون اتاق بازجویی و فرد حالا از نظر روانشناسی سکوت بیش از حد از نظر ذهنی برای ما آزاردهنده است. بخاطر همینه که وقتی ما یه جایی تنها هستیم و سکوت خیلی زیاد میشه، یا شروع میکنیم خودمون آواز خوندن، یا حتما باید یه آهنگی بذاریم، یا مثلا شروع میکنیم حالا یوتیوب گردی یا اینستا گردی و این داستان ها که یه سر و صدایی اتفاق بیفته. خیلی سکوت زیاد باعث میشه که ما یه احساس ترسی بکنیم و میان از این تکنیک سکوت طولانی هم استفاده میکنن برای اینکه بتونن اعتراف رو بگیرن. خب تو این ویدیو سعی کردم که راجع به روانشناسی بازجویی بهتون توضیح بدم که چه اتفاق میفته و چه بازی‌های ذهنی هستش توی اتاق‌های بازجویی. مثلا بازجویی هم تا که گفتم یک نوع بازی روانیه. خب بازی روانی هم احتمالاً شاید راجع به شنیده باشین. نظریه پردازش آقای اریک برن بوده که میگه همه ما آدم‌ها در ارتباط هامون میایم از این بازی‌های روانی استفاده می‌کنیم. حالا نوعش و مدلش فرق میکنه. اگه دوست داشتید یه ویدیو راجع به بازی‌های روانی براتون میسازم، دوست داشتید حتما بهم بگید. و در نهایت این که بازجویی همش یه هدف داره، هدفش اعتراف گرفتنه. حالا آیا اون اعتراف واقعی باشه یا جعلی دیگه خدا داند و بازجوها و اون فرد مظنون. امیدوارم که همه بازجویی‌ها در نهایت به اعتراف گیری واقعی برسه و یک فردی همونطور که مثال‌هاشو براتون زدم به اشتباه وارد زندان نشه که آسیب‌هاش خیلی زیاد هستش. اگر این ویدیو رو دوست داشتین خوشحال میشم نظراتتون رو بگین. یادتون نره لایک کنید، سابسکرایب کنید و منو به دوستانتون هم معرفی کنید. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.